سلام، درود به همه یوتیوبرهای عزیز. دوستتون دارم. سایت کنید، سابسکرایب کنید تا ادامه. خب ما یه فیت جدید داده بودیم، یعنی البته یه ترک جدید هم داده بودم، همه سرعت. خیلی گفتن شبیه سرعت زیاد خوبه، بد نی، بدل پیشرو اینا، ولی به اون نمیرسه. البته تو این وسطای این موزیک سرعت خیلی ترکوند و اینا، خوشش اومد و لایک نه کامنتا رو خوندم، این ور اون ور رفتم گشتم دیدم خوندم، خیلی خوششون اومده بود. تو یوتیوب، تو این اینستاگرام یه فیت جدیدم دادیم به نام پورتو با توکیو جان، که البته این فیت بعد از دیسبک تعارف و مایلو که به ما دیسبک داده بودن و ما رو ضایع کرده بودن و آخرش هم پشیمون شدن و هنوزم ما هم رفیقی باره، ولی بازم بهشون دیسبکمون رو دادیم به نام پورتوف. اون آمریکایی هم گذاشته بودم کاورشو، کاور آرتیستش خیلی خوب بود. کاگان واسه ما زده بود کاور رو، حتی بیت مسترش هم کاگان واسه ما زده بود و بعد از اتفاقات دنبال کردن وینک و نمیدونم هیپاپولوژیست و اینا همدیگه رو دیدن و آشتی کردن، رفتن خونه همدیگه و بعد دشمن هم دارن ایشون. تو میدون کاشانک افتاده بودن دنبالشون و نمیدونم پولاشون رو بگیرن، نمیدونم خوشون خارکسته کیرم تو اول آخره فرار کردن از دست بزن برای ما میگو رفتن یه خودشون رو اینجا ندارن اینا. حالا ما کاری نداریم، خود ما اینایی گنگ بشینن بیا پای کیرم تو اول آخره تکشهره بذاریم و روش خفن کنیم و نمیدونم چی و اینا. این کار آخر عاقبت نداره و استاپ یادتون نره، زنگونم بزنید اون بالا. و امروز از این نکته اصلی که این موزیک داشته بود این بود که فیت پورتو یه فیت لس آنجلسی بود. خیلی هم کامنتار خوندم خوششون اومده بود، گفته بودن بد نیست اینا، خوبه کارت، از کجا یاد گرفتی و اینا، و خودمونم خوشمون بد نبود، خوب. و بیشترین بازی که دیدم موزیک سرعت بود، کار تمیز در اومد، خوب بود. و بعد از اتفاقات ماجرای وینک و این پسره چی اسمش مرجاک افتاده بود دنبالشون، بقیه ویدیو تو یوتیوب میذارم واسهتون. پربازدید ترین ویدیو این ماه بود این ویدیو وینک و مرجاک. امیدوارم دوست داشته باشید، خوشتون اومده باشه. من همیشه فعالم و دوستتون دارم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بریم تا